دوستای عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه‌های عقرب از کمرش اومدن پایین و الان وقتشه که مادر رو جدا کنیم و بهش غذا بدیم. این فرایند تقریبا 1 هفته طول کشیده و ما صبر میکنیم که رنگ این بچه‌ها یکم که تیره تر شد شروع میکنیم به غذا دادن. عقرب مادر رو جدا میکنیم، میذاریم توی انکلوژر جدید. یه دونه سوپربون هم براش میندازم. ببین چقدر گرسنه است مادره. خب این خاک این انکلوژر جدید یه خود خشکه، بر همین یه خود آبپاشی میکنم اینجا رو. میبینیم ما نصف انکلوژر رو مرطوب نگه میداریم، نصف دیگهش خشک. روی عقرب آب نمیپاشیم که غذاش رو راحت بخوره. همین رطوبت کافیه براش. یه دونه ظرف آب کمام هم براش میذاریم. بچه ها میمونن اینجا، میمونن تا یه هفته دیگه بهشون غذا میدیم. ازم پرسیده بودید تو این 2 هفته چی میخورن؟ هیچی، غذا نیاز ندارن تو این 2 هفته. الان نمیتونن غذا بخورن به خاطر اینکه هنوز اگزواسکلتن یا اسکلت خارجیشون هنوز خشک نشده. این اگزواسکلتن که خشک شد اون موقع تازه میتونن شروع کنن به غذا خوردن. تغذیه‌شون چیه؟ میلورن یا جیرجیرک. اینا رو بعد از قبل بکشید براشون بندازید، میان میخورن. این بود انشای من.